اگه آیفون داری احتمالاً این سه تا مورد شده جز تو مخیات و نمیدونی چطوری رفعش کنی. اولیش اینه که سلفی میگیری میری توی گالری میبینی عین آینه است، برعکسه. برو توی ستینگ سرچ کن کامرا، گزینه میرور فرانت کامرا رو فعال کن. همین. دومیش اینه که داری تایپ میکنی خودش میاد کلمه رو اصلاح میکنه بعد میزنه داغونش میکنه. هممون خاطره بد از این مورد داریم. برو توی ستینگ جنرال کیبورد و گزینه اتو کارکشن رو خاموش کن. به همین راحت. سومیش اینه هر کار میخوای بکنی یه پاپ آپ میاد میگه رمز اپل آیدی بده. برو توی ستینگ اسکرین تایم کانتنت اند پرایوسی رستریکشن آیتیونز اند اپ استور پرچیزز گزینه always require رو بزن روی don't require. تموم شد. یه مورد چهارمی هم وجود داره که از همش رو مختره، اونم قیمتشه که من راه حلی براش ندارم. اگه شما راه حلی دارین ممنون میشم توی کامنت ها برام بنویسید. اگه به دردت خورد بفرست برای دوستات که آیفون دارن. ضمن اگه الان وقت نداری انجامش بدی سیوش کن تا گمش نکنی. اگه از این دست ترفندام خوشت میاد حتما پیج ایساتیس پلاس رو فالو کن. خیلی دوستتون داریم.